سلام عرض میکنیم به شما بینندگان شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان و هواداران و مخلصان همیشگی برنامه لحظه دسترس. اینک ما تهیهگران برنامه تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی لحظه دسترس را در سال 2015 با بخش‌های جالب و دیدنی و چهره‌های نو و پیشنهاد جدید منظور شما گردانیم. ذکر پیش از آن که به بخش اولی برنامه گذاریم، مهمان‌ها و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان رو با بخش‌های نوی برنامه لحظه دسترس آشنا سازیم. پس این طور باشد شادی بیاید یک به یک بخش رو با بینندگان شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان معرفی می‌سازیم. بینندگان عزیز، بخش یکم برنامه لحظه دسترس نام گرفته است بخش من کی هستم. البته در آخرش علامتی سوال دارد. و در رفت برنامه بینندگان از چگونه گذراندن این بخش آشنا میشوند. و بخش دوم برنامه نام گرفته است جستجو. بخش سوم برنامه باشد 3 نقطه. و بخش آخرین برنامه نام گرفته است نطاقی. بعد معرفی بخش ها وقتی آن رسیده است که مهمون های برنامه امروزه لحظه دسترس رو به استودیو دعوت نماییم. باشه شادی خان پیشاز میگیریم. ورزشگری بهترین موزنه چاره و استقبال میگیریم. خوش آمدید موزنه بانو. مخلصان برنامه لحظه دسترس بخش اولی ما نام گرفته است من کی هستم. در این بخش حاضرین و مهمونی که الکی در استودیو قرار دارد این بخش رو اجرا میکنن. ذکریا در این بخش کی میتواند اشتراک کنه؟ خواهشمند کی است؟ بینندگان عزیز، ما این نفر رو با چهره یک نفر نامگذاری می‌نماییم و با سوالی که به این کس داده میشد با جوابای ها یا نه تصدیق و این کار رو کرده میشد. شادی خان تو آماده‌اش دارین این کس بخش رو بازم پراتر به اینا فهمونید. حاضرین گرامی، با این نفر ما یکی از چهره‌های نمایان کشور رو نامگذاری می‌نماییم و در رفت بخش ما لقمه پرتایی میکنیم. شما از لقمه پرتایی ما با این شخص کی را نام نهادیم. بخش به شما فهمو است. مرحمت ذکریا. قهرمان ما آماده است. مرحمت. کمی درباره خود معلومات دهید. 5 январи соли 1954 дар ноҳияи Ашт ба дунё омадам. солҳои таҳсилии хешро дар ҳамин ноҳияи мазкур таҳсил кардам ва соли 1974 ба донишгоҳи санъати ба номи устод Мирзо Турсунзода дохил шудам ва соли 1978 онро хатм кардам. аз соли 1984 инҷониб дар театри воҳидӣ кор ва фаъолият карда истодам. пас من کی هستم؟ در یک فیلمی که بسیار محبوبیت خاصه پیدا کرده است، او یک نقش مرد بدمست و از زندگی تحقیر دیده را بازیده است. او در این فیلم شیفته عشق جوان دختری میشود و زن و فرزند خود را فراموش میکند. او در این فیلم روزنامه‌نگار بود. در بسیار فیلم ها نقش منفی را میبازید؟ نه. شما قربانی صابر هستید؟ نه. در یگان فیلم نقش زن را بازیده اید؟ نه. شما در تئاتر کار میکنید؟ بله. آیا شما در یگان فیلم آواز داده اید؟ البته. ارتی قادر هستید؟ نه. در یگان فیلمی مسحکوی نقش آفریدگی هستید؟ البته. آیا شما در فیلم معلم نقش آفریده؟ نه. فیلمی که نام گرفتیم مؤلف این فیلم نویسنده خلقی تاجیکستان کرامت الله میرزا است. در تئاتر جوانان به نام محمد جان واحدов کار میکنه؟ نه. در یگان فیلم با سعادت عزیزی نقش آفریده اید؟ البته. در فیلمی در اردوی پدر نقش بازیده اید؟ بله. پس شما محمد جان شادی هستید؟ بله. استقبال میگیرید. بله، مهمان نوبتی برنامه لحظه دسترس هستند استاد محمد جان شادی. استاد خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلامت باشین. و سوالی نخستین چنین است، چون در اینجا فیلم در آرزوی پدر رو نام گرفتن، بعد ان همین نقش آفریدن در ان همین فیلم در کوچه و خیابان ها عموما مخلصان شما رو چگونه قبول میکردن؟ مخلصا هم هر خیلی مخلصایی بودند که بعد تماشای این فیلم اونها باور کردند که من میزده شدم و من در حقیقت هم به همون آدمی که همون نقشی که من آفریدم به همون مبدل گشتم و برای همین هم نه تنها در خیابان ها بلکه از شهر و دیهات ها نیز زنگ زده از من خواهش میکردم که از این راهی بعد
گشته باشه. маъозунабону дар давраи талаба будан ба ғайр аз фанни тарбияи ҷисмонӣ боз аз кадом фанҳо баҳои аъло мегирифтед? اگه راستیگه بگم هر یک کاری که ما در این دنیا و زندگی خودمون میکنیم این از دانش سر میشود. چیزی که من انتخاب کردم به دانش نمیشد. اصلا بود کدام من باور دارم که در همین دنیا کدامی را بگو بدین نمیتونم خوندم. این چیزا بود. لیکن من کوشش میکردم که سواد خوب داشته باشم. از برای که من آرزو میکردم که بیرون از تاجیکستان برایم. از برای بیرون برآمدم باید من دانش خوب میداشتم. برای من خیلی خوب میخوندم. خوب میخوندید. شما نگفتید که از کدام فن بغیر از تربیت جسمانی بهای اعلی داشتید؟ اعلی راستیگه اگر الگبرا بسیارتر خوب میخوندم. باز بسیارتر تاریخ. بله. خوب یک سوال پیشنهاد میشود از فن تاریخ به شما. تو یکی اثبات سازد که در کدام از فن تاریخ بهای اعلی میگیرد؟ کدام شاه دولت سامانیان همکی یک روز حکمرانی کرده است؟ یک روز که موی جوشت نموده. ذکریو معلوم شد و البته اثبات کرد که در حقیقت هم از فن تاریخ بهای اعلی میگیرد. خاطررسان میکنیم که شاهی که یک روز حکمرانی کرده است در دولت سامانیان این نصر 3 می باشد و سبب یک روز حکمرانی کردن اون در آن بود که در زوالیابی دولت سامانیان بود. کار به درجه رسیده بود که اداره در دولت در دست کنیزان دولت سبکتگین الپتگین بودند و آنها نصر خردسال یعنی نصر 3 را که بسیار یک کودک خرد بود یک روزه حاکم کردند. روز دیگر از قرارشون گشتند. شادی خان میگذاریم بخش دوم برنامه. بینندگان عزیز بخش دوم برنامه ما نام گرفته است جستجو. در این بخش اشتراک میکنن خودی مهمان های برنامه لحظه دسترس و این چنین حاضرینه که در استودیو قرار دارند. و آنها گفتن امونند که ما در مانیتور یک عکس رو نشان میدیم و بغیر از موازنه این عکس رو همه میبیند و موازنه بونن همین عکس رو نمیبیند و اون افرادی که میخوان چی عکس رو با موازنه فهمونن تنها با ایمو و اشاره میفهمونن. در رفتی بخش استاد حقوق دارند که با ایمو و اشاره رسمی که در اینجا است یعنی که به مهمان دیگری برنامه ما موازنه چوری و فهمونن. تنها با ایمو و اشاره. از کارگردان خواهش میکنم که رسم رو به مانیتور نشان دهد. هم دید رسم رو. اگر از پیشتون برآید با او چگونه معامله میکنید؟ اگر راستیگه چیزی که یا شخص باشد یا چیزی باشد جان در تن داشته باشد من با او خوب معامله میکنم. یعنی خوب معامله میکنم. خصلت‌های با فکر شما خصلت‌های شما به این مانندی دارد؟ میخواهید با همین نام شما رو شناسم؟ چرا؟ احساسی من کرده هستم ممکن با او کس نه من مانم باشم نه خصلتی من باشم. اگر خواهش کنید که او را به طوری ورزش برید چی میگوید؟ نه نمیبرید. با فکر شاید شدی خان شاید معین کرده است که چی است در رسم چی باشد؟ با فکر شما چی بود؟ اگر او پیشنهاد دوستی نزدیک شدن را کند قبول میکنید؟ نه. برای چی نه؟ با فکر من این از یگان چه بگم یا موش است یا گربه است. موش است بله. درصد. خوب تشکر زیاد. و در 5 سوال الکی معین کرد موضوع نبانو. خوب اینجا با رسمی مهارت استاد رو میسنجیم و موضوع میتونن که با ایما و اشاره حقوق دارن که با استاد یاردم دیان که رسمی که در مانیتور کارگردان برنامه لحظه دسترس به ما پیشنهاد میکند چی است؟ استاد خواهش میکنه فقط مانیتور به نگاه نکنید. خوب مرحمت. حاضرین نیز میتونن با ایما و اشاره به استاد یاردم دهد. من فهمیدم که به فکرم اگه حیوانی بزرگ چی باشد این به فکرم شیر نیفتید استاد؟ نفتم. میخواید جسارت شما با اون مانند باشد؟ البته با مانند حمید میخواید حکمران باشه
اگر همین که قدرت و قوت داشته باشم، بزرگی داشته باشم، چرا نه؟ اینه که شما باوری داره که در حقیقت هم در رسم شعر بود. شاید این مخلصان شما نادرست گفتن. اینا میگن که شعر نبود در اینجا. ما میگن که رسم نشون داده شعر نبود استاد. آدم‌ها کوشش میکنن که مثل اون نوع ترس باشن. شما چی؟ باره کوشش کرده؟ کوشش کردم ولی که اینقدر ناترسان نیستم. ورزشگران در نبرد خود را با اون تشبیه میدین. هنرمندان چی؟ هنرمندان هم هستن هنرمندایی که در حقیقت هم در صحنه پیدا شوند، همچون حاکمی صحنه خودشان را نمایش میدهند و از وجاهتشان، از آن رفتارشان، از آوازشان کسی احساس میکنه که در حقیقت یک در این صحنه یک شعر حکمران است که شعر نماید. تشکر زیاد استاد. علاقه در پای بردن که رسمی که ما با اونها پیشنهاد کردیم این شعر بود. رحمت. استاد محمد جان شدی در آفریدن کدام نقش شما تنقیسی میکشید؟ همان نقشی که من قهرمان خودم خوب نشناسم، یعنی خوب نآموخته باشم، درباره وی دانش کافی نداشته باشم. البته این گونه نقش آفریدن خواه و ناخواه در پیش مشکلی پیش می آورد و این گونه نقش به طور باید و شاید ارزنده بازیده هم نمیشه. بندیشه من همین خیلی است. از نقش های آفریده به هر یک هنرمند نقش می آفرد اون رو مثل فرزند خود دوست می دارد و این حال بهر مخلصان شبکه یکم تلویزیونی تاجیکستان از کدام نقش های آفریده اتون می توانید پرچه پیشنهاد نمایید؟ هر نقشی که آفریده می شود، چون که آدم برای آفریدن آن نقش به قول خون دل می خورد، چقدر جست و جوها می کشد، زحمت می کشد، بیخوابی ها می کشد تا که اما نقش به طور ارزنده بازیده باشد. مرا قادر قل می گویند، من به همه کار قادر هستم. پایمانم زمین می جنبد، همچین جنبانم آسمان. من این منباشگی را ارزان نخریدم، هر یک تینش برابر یک ماه پولی کمبغل است. چه؟ من کی هستم؟ به تو نشان میدم من کی هستم. موضوع در سال 2015 این سال چی نیت دارید و با کدام مسابقه‌های بین‌المللی تیاری دیدید؟ اصلا ما هر روز مشق میکنیم از برای که باید ما هم وقت تیار باشیم. مسابقه می شود که یک هفته پیش از مسابقه سرشیدن ما را میگویند، برای همین ما هم وقت تیار هستیم و ما کوشش میکنم برای المپیادهای آینده که این 2016 میگذرد در برزیلیا، پیش از آن چمپیونات آسیا است، چمپیونات جهان است، مسابقه‌ای که راحت برای المپیاد گرفتن در آنجا باید من اشتراک کنم. اصلا مقصد من، نقشه های من طاقت برای المپیاد است. برای من مخصوص افتخار است. بهترین بانو، زورترین بانو، زیباترین بانو، بانویی که در یکی از نمودهای خیلی هم مشکل و وزنینی که این عادتا خاص مردا است، در این نمود ورزش شهرت جهانی پیدا کردن بانوی تاجیک، من خیال میکنم که این افتخاری است که ما با این نام میفخریم و با این نام افتخار میکنیم و آرزو میکردم که موضوعه های باز بیشتری پیدا شوند تا که افتخار ما باز هم بیشتر گرده. تشکر زیاد. ما یک جرأت کرده در همون نقش و خستن هم داشتم، لیکن از ترس موضوعه با من نمیتونم که یکی باور کرده یگان مشت نخوریم. تشکر زیاد. استاد همچون یک هنرپیشه شناخته در تئاتر اگر موضوع همراه شما کار میکرد، فعالیت میکرد،
شما با موضوع کدام نقش رو پیشنهاد میکردی؟ موضوع من تا دیدنم تصور میکردم که این یک دختره که قدش یک 2 متر، دستاش دراز، نگاه‌های پهلوانانه وی، لیکن وقتی که امروز من در پهلوی من نشسته است، اینقدر بانوی مهربان، اینقدر زیبا، اینقدر حلیم و یک چیزی که وابسته به همین سوال شماست، من خیال میکنم که خودی به این درجه رسیدن این بانو این بی سبب نیست. من خیال میکنم که موضوع بسیار یک اراده قوی دارد، یک انسانی است که او در زندگی چیکار کردنش را میداند. او در زندگی مثل اکثر جوانها که کجا رفتن، چیکار کردنشان یا در زندگی چگونه موقع پیدا کردنشان نمیدانند، این گونه نیست. از این رو من خیال میکردم که اگر موضوع هنرمندی هم پیشه میکردند، در هنرمندی هم همین گونه شهرت و همین گونه صفتهای بهترین به نایل میگشتند و همچنانی که در کسب ورزش مردم ما دوست داشت، در صحنه هم خیال میکنم که دوستش میداشتند. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، میگذاریم به بخش سوم برنامه لحظه دسترس، بخش 3 نقطه. ما متن رو پریشان کردیم و ما اولی جمله رو میخونیم، همچون سوال به شما پیشنهاد میکنیم و جمله رو باید شما دوام دین. یعنی همون لحظه که ما به شما جمله رو سر میکنیم، همون لحظه در فکر شما چیزی اومد، همون جمله رو دوام میدین. فهم است بخش؟ روزی اولی که به تئاتر آمدم به خود گفتم. روز اولی که به تئاتر آمدم به خود گفتم اینجا خانه دویمی من می شود و همین گونه هم شد. همگان به قد و قامت من نگریسته می گفتند. خیلی که استاد گفت من فکر کردم خیلی عزیزم جزه است، لیکن من خودم 1 متر و 60 سانتی متر هستم. من درک نمودم که همه در برای من حرف میزنند. و خلاصه آمدم که مردم قربان صابر را در نظر داشتند. تئاتر جوی من نیست، زیرا ورزش را من انتخاب کردم. از سببی که حج و خنده رو بسیار دوست می داشتم خواستم حجنگار شوم، ولی احساس کردم که من در این ژانر کامیابی به دست آوردن نمیتوانم. نقش اولی که اجرا نمودم با کارگردان بسیار پسند آمد و با من گفت تو خیلی بسیارچی خوب هستی. برابر بسنه برآمدن وجود همه رو خنده فرا میگرفت. چونکه آن مویلبی که من چسبانده بودم نیمش کشا شد. وقتی که دیدم در این راه مخلصان خود رو پیدا نمودم، کوشش نمودم که زیادتر جلب مردم رو به خود کنم. پس از چند من صحنه رو ترک کردم. آدمان فکر کردن که من خراب شدم، به همین خاطر است. لیکن من باشم صحنه ترک کردن خراب شوی فرق شوی چی داره؟ چون دوباره مرا روی صحنه میبینن، یعنی صحنه بوکس، بعد میفهمند که من در حقیقت هم موضوع چوری هستم. هرچند اهل گروه میخواستند که مثل من کادر پیدا کنند، لیکن کوشش‌هایشان بیهوده بود. من میدانستم که مثل من کادر پیدا کردن دشوار است، چون که این ورزش زنانه است. چون دیدم کسی مثل من از عهده این نقش نمیبراید، به خلاصه آمدم که باید بالای این نقش بیشتر کار کنم. این زمان در برنامه لحظه دسترس اشتراک دارم و با مخلصان خود گفتنی هم. با مخلصان خود گفتنی هستم. اصلا خانه او بود، فرزندای سالم. در دل چه آرزو و واسه داشته باشم با آرزو و واسهشون رسم. اجرا کردن نقش من کاری هر کس نبوده. اجرا کردن نقش من کاری هر کس نبوده، چون که من محمد جان شادیف هستم. شما در برابر اونه که در بسیار فیلم ها نقش بازیدید، این چنین در تئاتر نیست، در نمایش های تئاتر نیست،
نقش‌های زیادی آفریدید، از جمله بربط، خیزرخان، عزیز. همین نقش‌هایی بودن که شما در تئاتر بیشتر اونها رو بازیدید. با اندیشه شما نقش آفریدن در تئاتر مشکل است و یا در کینو؟ من نقش آفریدن این کار خیلی زحمت طلب است، برای آنکه نقش بیافری که آن نقش مردم قبول کنند، آن نقش باوری بخش باشد، البته زحمت زیاد کشیدن لازم است. تئاتر نقش آفریدن آسان تر است یا در کینا؟ این هر دو از دیگر فرق ندارد. در کینا هم کوشش میکنی که یک نقش آفری که نقش خاطرمان باشد، یک نقش یک انسان آفری که در حقیقت بیننده باور کند که این انسان مثلا به همون کردارهایی که در عملیات یعنی در رفت حادثه ها عملی میگردد باوری بخش باشد. نازنبانو، برای من بسیار عجیب است که عموما ورزشگران لطیفه رو چگونه به بینندگان پیشکش میکرده باشند. ما این از ما میخوایم که یک لطیفه برای بینندگان پیشکش نمایید. مثلا بیرون از تاجیکستان وقتی که به مسابقه میره کدام لحظه برایشون بسیار عجیب است؟ ما وقتی که سفر میکنیم ما برای تماشا کردن یک دولت دیگه نمیرویم، برای که در ما نقشه هست که ما سفر کنیم از آنجا یگان مدال به دست بیاریم. ولیکن وقتی که من در المپیاد اشتراک کردم در اون زمان دست من لط خورد، از حسابی بعد ما رو جراحی کردم. بعد از 5 ساعت پس باید من بر این باز میبرآمدم، لیکن من دکترها اجازه ندادن. دکترها گفتن اگر باز یک باریگه بوکس کنی میتونین از دست بونی، برای کتف من از اون جهتی که شکستگی بود دیگر ممکن نبود بوکس کردن. من گفتم که خداوند تا این روزا مرا رسون، چیزی که من میخواستم خداوند مرا داد. لیکن فرقیتش چیست که او 5 کرات چمپیون جهان باشد و لیکن من یگان بار چمپیون جهان نشدم و با اون کس نبرایم. از برایم این گیپس رو اوی کردم و رفته آن چیزی که دکترها مرا دادن که باید من پودپیس میکردم بوکس نمیبرآمدم، من این چیز رو جوگه کردم. به استاد رفتم، با رینگ در اومدم. پیش از رینگ در اومدم به استادم زنگ زدم، گفتم استاد بیا که من رینگ بوکس میبرایم. گفت چه تو میبرای وقتی که نه تو از جراحی برآمده؟ من گفتم معلم بیا که من بعد 10 منوت پس بوکس دارم. تو تاجیکستان همه بچهای گوشتی همه ورزش جمع شدن اومدن و تو ما در دور رینگ بوکس میکردم در اون وقت. لیکن یک چیز بود که من با یه نقشه برآمدم، باید من این نامی که من برداشتم تا یه روز من این چیز رو نتوانم غلطونده، میتوانستم نبرآمده. لیکن اون چه بگم اون چیزی که من این ورزش رو دوست میدارم، باور که وقتی من نام بوکس میگم تنه من با لرزه میدارد. این حقیقت است، برای که من از حسابی هم نام کردم هم چیزی که من خواستم خداوند من از حساب این ورزش شد. برای همین وقتی من بوکس کردم رقص میکردم. در این وقت من رقص میکردم سودیا اگر تماشا کردگی باشین سودیا به جای رقیب ما را نشون داد، ما در نشون میتیا که سر رقص نکو، صد خم نکو، دیگر خیل نزن. یک کار کرد امی چخیل کرد که من نتوانم زده. برای همین من رو افتاده نبودم، ولیکن بعد از برآمدن من گفتم که من تو رو یک دوسته زدم، اگر انشالله المپیادای آینده من تو رو دوسته میزنم. میگذاریم با بخش چهارم برنامه لحظه دسترس، بخش نطق. حاضرین گرامی، ما تصمیم گرفتیم در بخش چهارم برنامه لحظه دسترس رو نطق نامگذاری کنیم. از موضوع چوره و خواهش میکنیم که نطق برنامه امروزه لحظه دسترس باشن. گذشته جای خود رو اشغال کنید. یک لحظه خودتون رو همچون یک نطق میبینید و امروز ورزشگران تو فهمن که نطق چقدر دشواری داره. از نواربرداران خواهش میکنیم که موضوع رو به نوار گیرن و موضوع لحظه هم باشد خود رو همچون یک نطق تلویزیون حس نماید. واردات تجهیزات تکنولوژی زمانوی و جلب سرمایه‌گی داخلات خارجی از 17.8 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. همزمان در 10 ماه سال روان با مبلغ 861 میلیون سومانی نشد. نو گفتنم بلکه در حالتی که در جایی که اسم میکنید باز از اول میخونید. موضوع شما سلام رو فراموش کردید، به بینندگان سلام نرسوندید. مرحمت یک دقیقه وقت.
سلام علیکم به هموطنان عزیز. این برنامه اخبار است از شبکه یکم. واردات تجهیزات تکنولوژی زمانوی به جلب سرمایه داخلی و خارجی 17.8% نشد از اول موضوع اونو با چیکتون بازی نکنید. از اول رفتید خیال میکنین از ما گیزالا میشم یکم خزانه مخلصان دستگیری کنید یک خرسک برای موضوع رفتید موضوع بونو اخبار در شما خیس کنید که سلام علیکم هموطنان عزیز. این برنامه این از شبکه اول اخبار. واردات تجهیزات تکنولوژی زمانوی به جلب سرمایه داخلی و خارجی 17.8 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. همزمان در 10 ماه سال روان به مبلغ 863.1 میلیون سومانی مصالح همچون در این دوره همچون در این دوره از جانب کارخانه‌های رساندگی کشور به مقدار 8414 تن نخ پخته کار کرده شده است. مرام بچه‌ها خوب زد و واقعا هم شدی خون فکر می‌کنم که موضوعمون در حرکت حس کردن که کلی نطقون چقدر دشوار است. سوال با موضوع بونو لحظه ای که نطق شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان بودید خودتون رو چگونه حس کردید و میگفتید که ورزشگر بودن دشوار است و یا نطق؟ نه که راستی گپ ورزشگر این چیزی که ما احساس میکنیم اون چیزی که ما از سر میگذرونیم ممکن اگه از راست گویم ممکن شما یک هفته پیش تیاری بینید لیکن ما را نمیگن قطعی کی میبروی پیش از 10 منوت بر اومدن میگه با دولت امریکا میتوند انگلیا گوید میتونه کانادا تو نمیدونی سپین که تو به مونادی کیه وقتی میبروید نامش زنه نه که خودش بزن مونن نیسته هم قیمه زند که اخباری چی نوبت نطقی با استاد محمد جانی شدی. طبق اطلاع مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری عین زمان در ساحه صنعت معدن‌های کوهی و متال‌های قیمت‌بها در جمهوری 19 کارخانه فعالیت دارند که در 10 ماه سال 2014 به مبلغ 1 میلیارد و 269 میلیون 650 هزار سامانی محصولات استحصال نمودند که در قیاس به سال گذشته 379.8 میلیون سامانی زیاد می باشد. و شدی خون واقعی است که در حقیقت هم استاد چون این متن رو باید از داشت برای از که نفری هستند که واقعا هم ارزنده هستند و یک سوال داشتم با محمد جان شدی که استاد شما یک چیزی که به ما معلوم است شما یک سبک و اسلوبی شعرخوانی خود رو دارید. بله. و ما این لحظه خواهش میکنیم که برای بولیدگی مخلصان و بینندگان شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان 4 مصرع شعریان که یکم شعر دوست داشته خود رو قرائت می‌کنید. یک غزل هلالی به خاطرم رسید. جای آن است که شاهان ز تو شرمنده شوند سلطنت را بگذارند و تو را بنده شوند گر به خاکی قدمت سجده میسر گردد سرفرازان جهان جمله سرافگنده شوند به سر خاک شهیدان اگر افتد گذرد کشته و مرده همه در قدمت زنده شوند جمع خوبان همه چون کوکب و خورشید تویی تو برون آیی که این جمع پراکنده شوند هیچ ذوقی بی از آن نیست که از غایت شوق چشم من گرید و لبهای تو در خنده شوند اگر این است هلالی شرفی پایه عشق همه کس طالبی این دولتی پاینده شوند. مهمانان عزیز باری دیگر خوش آمدید به برنامه و استاد محمد جان شادی و اینچنین موضوعات شوریه و تشکر میکنم که تکلیف ما رو پذیرفته و با ما لحظه دسترس بودین.
بینندگان عزیز، در همینجا برنامه لحظه دسترس به انجام میرسد. تا برنامه های آینده، خیر.